مرد صدها فاش به همسرش میده، بی حرمتی میکنه، توهین میکنه، هر چی به دهانش میاد به او گفته میره. و جالبش است که بعد توقع نداره از زنش یک گپم بشنوه. میگم من هر چی میگم خوب تو نگو، سلطه است. تو نگو. جالبش است استدلال ببین. میگم من مرد هستم، من مرد هستم. خود تو همین فاشا رو برای مادرت گفته میتونی؟ مادرت یک زن است؟ نه هرگز نه، مادرم است. میگه خب این زنت هم مادر اولاداش است، اینم یک مادر است، چرا برای این میگی گپا رو؟ آیاتی که در باب خلقت انسان شما در قرآن ببینید، مرد و زن یک خطاب. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان به زیباترین شکل آفریده. خب توصیف هر دو تایش است. لقد کرمنا بنی آدم شامل هم مرد و زن است. نفخت فیه من روح شامل مرد و زن است. خلقت بیدی، میگه الله میگه من شما رو به دستایم آفریدم. خب مرد و زن آفریده. و دهها موارد دیگری که در قرآن آیات متعددی وجود داره در باب جایگاه انسان و اهمیت انسان، که همون به اصطلاح حقوق معنوی یک زن نباید برای او اهانت بشه. من به این باورم. شما ببینید قرآن چی میگه؟ میگه شما از یک نفس واحد آفریده شدید، پدید آمدید. از یک نفس واحد، زن و مرد هر دویتان. یعنی به این معنا اگر شما به مرد اهانت کردید در حقیقت به زن اهانت کردید، اگر به زن اهانت کردید در حقیقت به مرد اهانت کردید. هر دو یکیه. منشأ پیدایش اینها هر دو یکی است.